Not here for the past, for the praise, the fancy suits, or the champagne flutes. Not here for the celebrations, and for the record, not here for number 5. I'm here to create. He makes something out of nothing. He creates magic. Tearing up the sky, we're chasing the horizon. Show me how far you can stretch out your arms. It's on. It's on. دیریبم کن. یه دونه راه بهت بگم، یه دونه راه قشنگ. حرکت رونالدینیو میدونی چیه که رونالدینیو این میدونی که چیه؟ من حرکت رونالدینیو رو بهت بگم. چند تا مرحله داره. من از ساده شروع میکنم. نگاه کن. سادهش اینه. بکن یه تق میزنی، یه تق اینور. این سادهشه. یعنی پیوسته نمیزنی. پس ما برای اینکه 100% حرکت رونالدینیو بزنیم ساده میزنیم. سادهش اینه. تق تق. این میشه ساده رونالدینیو. یه بار دیگه میرم. کن تق تق. این میشه رونالدینیو. تق تق. این رونالدینیوست. پس اول چیکار می‌کنیم؟ ما اینطوری تمرین کنیم. روزی 100 تا یه هفته اینو بزن. کن تق تق. یاد باشه دومین سر توپه. نگاه کن تق تق سر توپه. بعد یه قلقه خیلی مهم، هیچ وقت به سمت جلو نرو. یعنی اینطوری نرو. حریفت میگیره. همیشه میریم سمت چپ. نگاه کن تق تق. میریم سمت چپ، بعد با چپ یا حالا گازشو میگیری میره. ولی بعضی موقع لایی میشه اگه به سمت جلو بری، به شرطی که یه دونه سمت راست خیلی محکم بریم، مثلا همچین حالتی. آقا این لایی شد. دیدی؟ فهمیدی چی گفتم؟ الان چون من نکن اگه این حرکت تو بیام، طرف مقابل یه پا عوض میکنه. الان با من بیا، نگاه کن. دیدی؟ نکن من اگه مستقیم بزنم بعضی موقع لایی میشه، 100% نمیشه، چون بعضی حال ندارم پاشون وا کنن. ولی اگه خوب بری لایی میشه، به شرطی که یه دونه قشنگ بری سمت راست با بدن. نکن همچین حالتی درسته، چون طرف پاش باز میشه. خب این ساده شه. مرحله بعد از این پیوسته میشه. پیوسته چه موقع میشه؟ وقتی بتونی اینو نزدیک 5-6 هزار بار تمرین کرده باشی. پیوستهش این میشه، یعنی دیگه تق تق نداره، کل زمان پات همراهشه. حالا میخوایم توی حرکت بزنیم. توی حرکت سعی کن مثل منو نگاه کن. توی حرکت سعی کن مثل مسی راه بری. یعنی چی؟ یعنی مثلا این 1 متر رو حداقل 3 بار پات به توپ بخوره. سعی کن اینطوری اول با توپ راه بری. این بهترین راه رفتن با توپه. توپ به پات چسبیده. وقتی اینطوری بری میتونی تو در حین حرکت هم این حرکت رو بزنی، به شرطی که بچسبه به پا. یه بار دیگه میگم. میبینی گول میخوری، با اینکه میدونی گول میخوری. حالا میخوایم پیشرفتش کنیم. سعی کن خود رونالدینیو فکر نکنم زده، خیلی کم زده. سعی کن یک پا عوض کنی، یعنی یه خورده پیچیده تر میشه. همچین حالتی منو نگاه کن. بریم نگاه کن. همچین حالتی قدم میزنی، یه پا عوض میکنی، بعد 100% گول میخوری. پس چی میشه؟ نرم میزنی، یه پا عوض میکنی، تق تق سادهش. متوجه شدی دیگه؟ حالا میتونی 2 پا عوض کنی. یه خیلی حرفه‌ای مطمئن به این صورت. بعد گازشو میگیری. فهمیدی؟ یه 2 برای من برو. همین سادهشو فقط برو. تق تق. احسنت. بزن. مرسی. بقیه‌اش هم تمرین کن. بریم. برو ببینم. نه یه پا تق تق. برو ببینم. عالی. بزن قدش. میبینم هفته دیگه. تمرین کن. خداحافظ. این زیاد باعث میشه که این حرکت ملکه ذهنتون بشه و حتی میتونی چشم بسته اون حرکت رو بزنی.